السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم داملای محترم. خدا شما را نگه دارد. ما از 90 کیلومتر هر جمعه اینجا می آییم و از شما خواهش دارم که یک جمعه در نماز جماعت و جمعه دیگرش در فضیلت علم و علما صحبت کنید و این کاسته ها را ما به شهرهای دور ارسال میکنیم. یعنی انشاءالله این برادر میداند که من چند جمعه خود اعلان کرده ایستادم که بعد سوال جواب در باب نماز جماعت صحبت میکنیم و در باب فضیلت علم و علما و یکی دیگر موضوع ما موضوع سطر هست. انشاءالله این موضوع ها که چند تکلیف ها شدگی هست انشاءالله من صحبت دارم. دوم سوال کردن امام بخاری چند حدیث در کتابش آورده است، امام مسلم چند حدیث در کتابش آورده است و سال تولدشان را میگفتی. امام بخاری که اصل نامش حضرت محمد است، محمد ابن اسماعیل، میگوید که من از بین 600,000 حدیث این امام بخاری میگوید که من 600,000 حدیث جمع کردم از پیغمبر و از بین اینها 7257 حدیث در کتاب صحیح بخاری وجود دارد و همین 7257 حدیث از بس که میگوید یعنی یک تکرار باز شدگی هستند، یعنی یک حدیث 2 بار 3 بار هم در این کتاب که آمدگی هست، از این خاطر حدیث های تازه به تکرارش 4000 هست. و سال تولدش 194 هجری هست، بگیم 184 سال بعد پیغمبر خدا به دنیا آمدگی هستند و 256 هجری از دنیا گذشتن، همگی 62 سال حیات دیدن. در قصه ها می آید که همین باید ما و شما افتخار کنیم که این صحیح بخاری این بعد قرآن کتاب معتبرترین در روی دنیا به شمار می رود و این از اولادهای ما و شما هست. از بخارا محمد ابن اسماعیل، پدرشان هم آدمی با تقوا بودند، مادرشان هم آدمی با تقوا بودند. یکی از دوستان پدرش حکایت میکرد در همین کتاب امام بخاری که وقتی در حالت سکرات مرگ بود پدرش اسماعیل، من خبرگیری رفتم و به سوی من گفت ای حجر، گفت حجر بودن این کس، اینقدر حیاتی که من دیدم، گفت قسم به خدا، گفت 1 درهم حرام در خانه من وارد شدگی نیست، 1 درهم حرام در خانه من وارد شدگی نیست. گفت و فرزندهاشم بسیار الکی خودی همین فرزند محمد ابن اسماعیل خود گواهی میدهد که از چگونه اولاد البته به دنیا می آید. این از حساب لقمه حلال این فرزند به دنیا آمدگی هست. دیگه در خردیش وقتی که این محمد تولد شد پدرشون از دنیا گذشتند. در آوان خردی میگوید همین محمد ابن اسماعیل نابینا شدند، خرد بودن میگد نابینا شدند. مادرشون بی نهایت غم میخورد و پیوسته شبها نماز تهجد داشت میگد، زاره و تولا به درگاه پروردگار میکرد که خدایا این فرزند مرا بینا بگردان. شب از شبها میگوید در خوابش حضرت ابراهیم خلیل الله در آمد و گفت مادر، گفت این زاره و تولایی که تو به سوی خدا کردی، خداوند دعای تو را اجابت کرد و فرزند تو را بینا گردانی. این مادر میگوید من از جا خیستم، تا زمان پیش فرزند میرفتم صدای همون ابراهیم از گوش من دور نمیرفت، همین صدای می آمد که فرزند تو شفا یافت، فرزند تو شفا یافت. آمدم نگاه کردم که این محمد شفا یافتگی از چشمهاش مثل چشمهای بینا میگه کشاده شدگی. 10 ساله بودن که حضرت
الکه حدیث از یاد میگفتن. 10 سالگی ده الکه حدیث از یاد میگفتن. این هم یک افتخار مردم ما و شما است که ما صحیح بخاری داریم. و امام مسلم ابن حجاج نیشاپوری سال تولدش 204 هم گفتند، 206 هم گفتند، 216 هجری هم گفتند. و این حضرت 4000 حدیث در کتاب خودش جمع کردگی است که اینش به اینش باز تکرار آمدگی هست. این یک مختصرا جواب این برادری که برای ما گفتند. سلام داملای محترم. در یک معرکه یک حدیث پیغمبر را خواندم. یک دانشجوی اسلامی گفت که این حدیث را پیغمبر نگفته است، بلکه این را دشمنان اسلام داخل کردند. داملای عزیز، آیا این حدیث از پیغمبر هست یا نه؟ و آیا این درست است یا که در حدیث های پیغمبر که در حدیث های پیغمبر باز حدیث های دروغ را هم دشمنان داخل کرده باشند؟ این برادر ما یک حدیث خوانده است که به نام انا مدینه العلم و علی بابها، که پیغمبر که حدیث ترمذی است میگوید که من شهر علم هستم و دروازه همان شهر حضرت علی هست. اگر چند در این اختلاف زیاد است، ابن جوزی میگوید بالکل این موضوع باطل است. این حدیث میگوید حدیث پیغمبر نیست. اگرچه میگه ترمذی روایت هم کرده باشد، لیکن ترمذی از لفظ خودش بازگشته است، گفته است من این سخن نگفتم. یعنی در اطراف این حدیث بحث های زیاد است. بعضی از محدثین ما و شما میگویند که این حدیث نه صحیح است نه باطل است، بلکه حسن است، یعنی نیک است. این گونه هم بحث ها وجود دارد. از این خاطر من از بس که اختلاف های زیاد در اطرافش نگاه کردم، برایم به یگان خلاصه نآمدم. انشاءالله این را باز من از داملاهای محترم میپرسم و بعدا صحیح ترش باز برای شما خبر میدهم، زیرا که در اطرافش خیلی سخنهای زیاد است. لیکن هر برادری که حدیث میگوید، امروز زمان شده است که حدیث باید که راوی داشته باشد. حدیثی ضعیف است، حدیثی موضوع است، او حدیثی مثال صحیح است، باید که تو دانسته گویی. امروز زمانی نیست که هر کدام شما یک حدیث خوانین گویین که این را پیغمبر گفته است. میگوید که این برادر که آیا در حدیث های پیغمبر هم حدیث های دروغ در آوردند؟ در دوره های هارون الرشید میگوید وقتی که زندگی را دستگیر کرد و حکم کرد که این زندگی را نابود کنید، زندگی به طرف هارون الرشید گفت ای هارون الرشید چرا مرا قتل میکنید؟ گفت تا که مخلوقهای خدا، تا که بندگان خدا از ضرر تو امین مانند. و بسیار ضرر میداد در مردم طله و تاراج میکرد. گفت ای هارون الرشید، گفت مرا قتل نکن، گفت زیرا که من 1000 حدیث در حدیث های پیغمبر از نام خودم تیار کرده در آوردم. اونها را چگونه جواب میگویی؟ اونها را چگونه جدا کرده میتانی؟ 1000 حدیث زندگی میگوید که من خود تیار کرده و در حدیث های پیغمبر پرداختم. شما آنها را جدا کردن نمیتونید. هارون الرشید گفتند تا زمانی که ابو اسحاق فزاری و عبدالله ابن مبارک باشد، گفت من انشاءالله، گفت اون حدیث هایی که تو تیار کرده و در حدیث های پیغمبر پرداخته ما جدا کرده، حرف به حرف میگیریم شما. یعنی البته دشمنان اسلام در بین حدیث های پیغمبر خدا حدیث های زیاد پرداختند که امروز علمای ما و شما و پیشواهای ما و شما این حدیث ها را جدا کرده گرفته ایستادند که کدامش از پیغمبر هست و کدامش از پیغمبر نیست. داملای محترم حاجی میرزا، خداوند شما را از همه آفت و تهمت ها نگه دارد. بعداً یک سوال دارم. ما یک رئیس جماعت داریم، وای کسیته های شما را گوش کرده به شما مخلص است.
لکن ما میگوییم که در توی معرکمون حاجی میرزا آمده امر معروف کند و تماما راضی نمی شود و اجازت هم نمی دهد. شما چی میگوید که تا که وی سخن شما را بشنود و به سر مقصد آید؟ رحمت به شما. اولا من چی میگویم؟ اولا میگویم خدای مهربان کدام رئیس جماعتی که نباشد خدا توفیقشان دهد، خدا هدایتشان کند تا که پیش راهی امر معروف و نهی منکر را نگیرند. کن حلقه دیل و جان و گوش پند و خیرات. مولوی با رئیس جماعت خطاب میکنند، میگوید ای رئیس جماعت کن حلقه دیل و جان و گوش پند و خیرات، در صحبت واعظان چو دیوار مشو. در صحبت واعظان چو دیوار مشو. دیوار پیش راه را میگیره. میگوید کسی نباشی پیش راهی واعظا را نگیر، پیش راهی امر معروف نگیر، بلکه از امر معروف خودت استفاده ببر، بلکه خودت تشکیل کن که تا که یک واعظ آمده مردم پند و نصیحت کند. امروز الحمدلله که اگر شما شب گوش کرده باشین رئیس جمهور پشتیبانی از اسلام میکند، پشتیبانی از دین اسلام میکند و میگوید که این دین، امشب ما گوش کردیم، همه شما گوش کردیم، این دین دین صلح‌خواه است، دین نیکخواه است، دینی هست که میخواهد در سراسر عالم صلح پیدا کند. این گونه دین است. این دین با تروریسم هیچ وابستگی ندارد. امشب اینها از زبان رئیس جمهور ما و شما صدا داد. وقتی رئیس جمهور پشتیبانی از اسلام کند، رئیس جماعت کی است؟ رئیس جمهور پشتیبانی از اسلام میکند. خدا میگوید فذکر فإن الذکر تنفع للمؤمنین. به مردم پند دهید. پند جمعیت آباد میکند. من چند برآمدهایی که در دوشنبه داشتم در بین بسیار وظیفه‌دارهای کلام بود. گفتیم پیغمبر خدا گفته است که هر وقتایی که اگر شما امر معروف و نهی منکر ترک کردید، برکت قرآن از آن سرزمین برداشته می شود. من امروز همین آرامی که در جمهوری می بینم و دائم دعا می کنم که خدا این آرامی را از ما نبردارد. من این آرامی را، این یکدیگر فهمی را در همین موعظه ها می بینم. این پیشروی هایی که ما دعا می کنیم در هر یک نماز که خداوند اقتصاد دولت ما را بلند گرداند، رهبری دولت ما را عمر دراز دهد، عملهای خیری که دارن برای آبادانی تاجیکستان خدا موفقشان گرداند، این دعاها یا تأثیر ندارند؟ البته تأثیر دارند. در بین 1000-2000 آدم دست میبرداری، خداوند دعای ما و شما را قبول میکند. پس باید که البته اون برادری که کسی نه اون مخلصی من میشد، هیچگاه من نمیکرد که در معرکای اونها ما اشتراک نکنیم. این مخلص نبوده است. اگر مخلص میشد میگفت که البته این شخصی است که ما خودمان همچون یک آدم حکومت به حساب میرویم. ما از یگان دنیای دیگر نآمدیم، ما فرزند همین دیار هستیم و ما نیکخواه همین دیار هستیم و ما دائم دعا میکنیم که انشاءالله این جمهوری ما را خدای مهربان پرفیض و پربرکات نگه دارد. خوش به حال همون رئیس جماعت هایی که در این کارها صد راه نمیشوند بلکه خود تشکیل میکنند. یکی وقتی که پیش راه را میگیرن فراموش نکنن که این بطش ربک لشدید. خدا میگوید ای انسان یقین بدان که عذاب من بسیار دردناک است، عذاب من بسیار سخت است. کدام شما اگر مقابلیت نشان میدین،
کدام شما اگر پیش راهی موعظه و اسلام میگیرین، فراموش نکنین که وعید حق بی نظیر است که ایزی دیرگیر و سختگیر است. خدا دیر میگیره و بسیار سخت میگیرد. اکای دامله حاجی میرزا، در مسجد ما یک ملا داشتیم، نماز را نه سراستیمه میخواند و نه آهسته، یعنی میانه. او را و یک ملای دیگر داریم، او تیز میخواند. او را میخواهند آیا گناهگار میشوند یا نه؟ شما چی توصیه میدید؟ البته امروز مردم ما بسیار مانده شده است. بسیار اگر یک کار شیطانی باشد، اگر یک کاری که در او گناهگار می شود، اگر ساعتها راستشمانی ساعتها میستد، لیکن برای نماز که اگر همین پیشواهایی که ما داریم، نمازهای همین 4 رکعته را اگر زور بخوانند یا 3 دقیقه میخوانند یا 2 دقیقه میخوانند. دیگر داریم او تیز میخواند، او را میخواهند آیا گناهگار میشوند یا نه؟ شما چی توصیه میدید؟ البته امروز مردم ما بسیار مانده شده است. بسیار اگر یک کار شیطانی باشد، اگر یک کاری که در او گناهگار می شود، اگر ساعتها راستشمانی ساعتها میستد، لیکن برای نماز که اگر همین پیشواهایی که ما داریم، نمازهای همین 4 رکعته را اگر زور بخوانند یا 3 دقیقه میخوانند یا 2 دقیقه میخوانند، در همین مردم ما طاقت ندارند. حالا که رسول اکرم میگوید اسوأ الناس سراقة الذي يسرق صلاته، بدترین دزد گفته است پیغمبر دزد نماز است. بدترین دزدها دزد نماز است. قیل یا رسول الله کیف یسرق صلاته؟ گفتن ای پیغمبر خدا، آیا نماز را هم دزدیده می شود؟ قال لا یتم رکوعها ولا سجودها. کسی که اگر رکوع را پره نمی کند، سجده را پره نمی کند، پیغمبر خدا گفتن وای دزد نماز است، وای از نماز دزدیده ایستاده است. از این خاطر من طرفدار همان ملا امامی هستم که نماز با حضور میخواند، نماز سراسیمه نمیخواند. لیکن اگرچه در بین قوم میخواند، پیغمبر خدا میگوید اذا اما احدکم الناس فلیخفف فإن فیهم الصغیر والکبیر والضعیف وذا الحاجه و اذا صلى لنفسه فلیطول ما شاء. این بسیار با مذهب ما نزدیک است که رسول اکرم میگوید کدام شما اگر ملا امام شدید، با ایستا که نماز سبک خوانید، یعنی سبک که نیکی دیگر در 1 دقیقه تو 4 رکعت خوانید، یعنی رکوعات به حضور باشد، سجدهات به حضور باشد. زیرا این که در قوم گفته است پیغمبر آدمای ضعیف هستند، آدمای بیمار هستند، آدمای صاحب حاجت هستند. وقتی شما تنها گذار باشید بعد چی قدر می توانید دراز خواندن گیرید؟ لیکن الحال ما می توانیم که یعنی به حضور، نه اونقدر تیز نه اونقدر آهسته، بلکه همون میانه‌ای که همون ملا میخوانده است همون بهتر است و همون ملا را در جای خودش گذارن، انشاءالله ثواب میگیرن. و اگر شخصی را که برای تیز خواندن میارن، در او گناهگار میشوند. حاجی میرزای محترم بگوید که رفتن زن به مزار آرامگاه درست است. در یک سبک آواز شنیدم که کسانی که بی فرزند هستند گناه کردند و باید از گناههای خود توبه کنند. نخواد همه بی فرزندها به سوی با گناه بی فرزند باشند. نگاه قرآن در دنیا و آخرت برای بی فرزندها چیست؟ در یک قشلاق ناحیه واسع در اوچسکه نزد حولی قبرهای کهنه پیدا شد، حتی در آنجایی که قضای حاجت میکنند این خیل قبرها پیدا شد. شما با این چی میگویید؟ با احترام مخلص شما.
یعنی رفتن زنها به مزارها منع هست. باید که زنها البته به مزارها نروند و این طریقی که الحال مردها زیارت کرده ایستادن که خود گناهگار می شوند، باز این زنها که از مردها دیده ضعیفتر ایمان هستند. امروز مردم ما و شما وقتی به مزارها می رویم، از بوسه کردن همان غیشتهایی که در اطراف مزارها هست، سنگهایی که در پیش مزارها هست، ما و شما از اونها بوسه میکنیم و اونها را مثال دستها را در بالای اون مزارها میگذاریم و در دیده ها میمالیم. اینها شرکی به خدا هستند. شما در اینها گناهگار میشوید. مزارها را زیارت میکنین، طریق درست زیارت کنین. رفته در نزد مزار، در نزد مثال حضرت امیر سعید حمدانی که ما و شما امروز همه بسیارتر مثال در نزد او کس دعا و درود میکنیم، دعا کنین که خداوند مغفرتش کند، خداوند گناههای او را ببخشد. نه اینکه شما از او کس مدد طلب میکنید، نه اینکه مثال من نزد تو آمدم برای که فرزند ندارم، فرزند برای من نصیب کن. باور کنی مشرک میشود انسان. حضرت امیر جان بنده خدا بود. فرزند دهنده و فرزند میگرفتگی همون ذات است. خلاص فرزند در دست هیچ مزار و در دست هیچ اولیا و در دست هیچ پیغمبر نیست. خدا خود در قرآن میگوید. از این خاطر اون زنهایی که امروز باز با این لباسهایی که در بردارن که وقتی وارد اون آرامگاه میشوند، چی غضبی اون حضرت بیدار میشود، چی غضبی در او پیدا میشود. از این خاطر به نهایت خوب میشود که نه ما دخترهامونه در حالت عروس کردن پیش حضرت بریم که شرمنده میکنیم خودمانه، و نه زنهامونه اجازه دهیم که رفته در اونجا دعا کنن. همون پخت و پزی که زنهای ما و شما میکنن برای ارواح حضرت امیر جان، اگر در همون همسایه ها تقسیم کنین، انشاءالله وای از شما خوشنود می شود. من به شما وعده می دهم روحانیتش خوشنود می شود و همسایه ها از شما برخوردار شوند. این برای شما بهتر است. باز می گویم که حضرت امیر جان طرفدار قلمه نبودند، طرفدار گوسفند نبودند، طرفدار مال دنیا نبودند. اگر اونها از پی اینها می گشتن، امروز نام او در عالم مشهور نمی شد. امروز حضرت سلطان ویس قرنی را حکایه میکنم، بچه ها ما کنه رفتیم، میگوید میروی در بالای سبزگاری ها و کت های همون مزار زنها خواب هستند. این است نتیجه رفتن زنها به مزارها. در همونجا خواب است. این خواب است، یک پاش بیره می شود، یک کرتش بالا می شود. آیا شرمندگی نیست؟ امید صدها مردای تماشا میکند. باز از همه بدبختیش همین است که در همونجا یک چشمه بوده است، چشمه بوده است. یک جوان در همینجا، یک جوانی با عقل است، در همین بین شما هست. آمد بر من گفت که داملا گفت من همون یک چشمه بوده است در همون حضرت سلطان ویس قرنی که بگد چشمات میپوشی و دست در همون داخل چشمه میپرتای و چند سنگی که اگر در دستت آمد همون قدر فرزند خدا بر تو میدهد. من دست ما پرتافتم، در دست ما یک شیشه آمد. خلاص من گفتم بسیار بنده نیکبخت بوده ای تو، بسیار بنده نیکبخت بوده ای که خداوند بر تو نشان داد. اگر دست میبرید باز من خرسندتر میشدم. یعنی به تو جزا داد که تو بیدار شو که در اینجا فرزند نیست. و تا کی ما و شما اینقدر بی مدنیت بی عقل هستیم، اینقدر ایمان ما و شما ضعیف است که ما و شما از یک چشمه دست میپرتای چند سنگ آمد صاحب همون قدر فرزند میشد ای تو. پس این قدرت پروردگار کجا میشود؟ اینا دا شما باور نکنید پدرای عزیز. من به خدا قسم انشاءالله من جمعه آینده یک برادر در باب شرک به من سوال کرده، من در باره شرک کمی به شما صحبت میکنم. اینا شرک به خدا هستند.
این است نتیجه زنهای ما و شما به مزارها رفتن. این چگونه مردی است که زنی من از همینجا میخیزد خاولینگ زیارت میرود؟ من خود در خانه هستم. زیارتی حضرت سلطان ویس قرنی برای زن مهم نیست. وی کاری کند که همین شوهر یک بار خندش بیاید، وی 1000 سلطان ویس قرنی را زیارت کردگی است. برای زنهای ما و شما زیارت شوهر مهم است. شوهر تا زیارت کن، شوهر تا دعاش بگیر، شوهر خوب استقبال کن. از 1000 رفتن پیش سلطان ویس قرنی برای تو افضل تر است. این خدا میگوید. افسوس که چی مردهامان و چی زنهامان از تعلیم و از معرفت دور شدیم. اینجا یک سوال دوم این بود است که یعنی زنهایی که به فرزند هستند اینها را گویا که زنهای گناهگار باشند. نه، اینها زنهای گناهگار نیستند. خدا در قرآن میگوید که من بر شما فرزند نرینه میدهم. در سوره شورا هست. من بر شما فرزندهای مادینه میدهم یا به شما یک بار دوگانیک میدهم یا اینکه من شما را تماما فرزند نمیدهم. این لفظی همون ترجمه آیتی همون از سوره شورا هست. یعنی این قدرت پروردگار است. این برای عبرت گرفتن همون شخصانی هستند که فرزند دارند، که این آدمی بی فرزند دیده عبرت بگیر که خدا همین قدرت داشت که تو را بی فرزند کند، لکن تو را فرزند که داده است این نعمت در خیانت نکو، نعمت در راه اسلام پرورش کن. آدمهای نابینا را برای آدمهای بینا مثل آورده است، حکمت آورده است که خدا میگوید من قادر بودم که تو را نابینا کنم، لکن وای نابینا کردم، تو را بینا کردم. این چشمها را تو در دیدن حلال کرده های خدا صرف کن. با این چشمها تو به مسجد قدم زده رو. آدمهایی که فلج در بالای جایگاه های خواب خوابند، اونا برای ما و شما عبرت هستند که خداوند میگه من قدرت داشتم تو را فلج کنم، لکن فلجت نکردم. این تنی سالم تو در راه خدا صرف کن. از این خاطر اون زنهایی که بی فرزند هستند این معنی او را ندارد که اونها را خدا غضب کرده باشد، اگه خداوند نبوده است، در تقدیرشان نبوده است. از این خاطر اونها را خداوند صاحب فرزند نکرده است. و این زنها و این مادرها هم ناامید نشوند، بلکه به سوی خدا دعا کنند، شاید خداوند برای اونها فرزند نصیب بگرداند. قبرهایی که پیدا شده باشند بهتر و خوبترش همین است که اون قبرها را پوشیده کنند. اگر ما و شما در حولی ها میکنیم برای یک حاجت خانه کندن که میبراید یک قبر، این قبر را باید که ما و شما روش پوشانده کنیم. و اگر مدتش از 40 سال گذشته باشد، این حالت در بالای این در هر عمارتی که کنین جایز است میگوید در فتواها. حتی 30 سال هم آمده است. 30 سال یا 40 سال که از یک قبرستان که گذشت میتوانند که همون قبرستان را رشد کنند در بالاش عمارت ها کنند. وقتی که 30 سال در بعضی از فتوای خلاصه میگد که 40 سال اگر گذرد و در اوجا یگان مرده نو گرانده نباشد، یعنی 40 سال از آخران مرده گذشتگی باشد. آخران مرده که امروز میگذرانیم 40 سال بعد همین ما میتونیم که همون قبرستان را رشد کرده در بالاش عمارت کنیم. داملای محترم، التماس به سوال من جواب دهید. اگر شخصی از مصالح بینایی مسجد برده خانه اش را تعمیر کند، فردا حالی او چی می شود؟ هم آدمایی که از مسجد می دزدند و می برند مثال خانه هاشون را آباد بکنند، همونا را رفته پرسید، همونا را حالشون ببینید، خودتان می دانید که مثال خداوند با آنها چی معامله می کند. است که از مسجد در زمانهای پیش همین قدر نگذشته است. پدرای ما و شما میگفتند اگر یک خس از مسجد به خانه برده شود، خانه او خاکباد می شود. یک خس. لیکن معنای خاکباد معنای را ندارد که خانه وی چپه شود.
این معنای ایره دارد که وی آدم بدبخت است. وی از همه در دزدهای بدترین انا همون انسانی است که از مصالح بینایی مسجد می دزدد. وای به حالش. لیکن اون کسانی که خیر احسان میکنن در مسجد و اون اگر پیشوا کلام کسی نباشد که مثال وقتی می دزدد، وای در گناه او وای شریک است. این آدمی می آوردگی ثواب شد در نزد پروردگار میگیرد. بسیار شرمندگی هست. السلام علیکم بابای حاجی میرزا، شما خود یکی از ملا امام مسجد شهر کولاب هستید. مرحمت کرده بگویید که اگر قومی که از قفای ملا امام نماز میخواند و ولی برای پیش در آمدن او راضی نیستند، نماز خوانده اونها چی میشود؟ ما اینا چندین بارها گفتگی هستیم که پیغمبر خدا میگوید ثلاثه لعنهم الله، سه قومی هست که در لعنت خدا گرفتار هستند. در بعضی احادیث ها میاد که سه قومی هست که نماز اینها را پروردگار قبول نمی سازد. یکی از اونها کی است؟ من ام قوما و هم له کارهون، یک شخصی که ملا امامی میکند و مردم از او راضی نیست. خدا میگوید، یعنی پیغمبر خدا گفت لعنت خدا بر همین خیل ملا امام باد که مردم از او راضی نیست و وی به زوری یا به سیاست یا به مالداری یا به فرزندداری یا به دیگر راه ها همون محراب از خود کردگی هست. نابسته قوم از او راضی هست یا نیست، وی ملاگیش دوام داده ایستاده است. پیغمبر خدا گفت لعنت خدا بر این خیل ملا امام باد. یعنی ملا امام باید شخصی باشد که تمام مردم باید دوست دارد، مردم باید احترام کند. دوست داشتن ملا امام، احترام ملا امام از چی پیدا می شود؟ از عملهای صالح خود ملا امام، از عملهای نیکی خود ملا امام. لیکن اگر ملا امام باشد که حقیقت گو باشد و مردم حقیقت شنیدن سخنهای او را نداشته باشند و خواهند که وی عوض کنند، اینجا قوم در لعنت خدا گرفتار می شود. یکی از دوستان پیغمبر شهر ابن حوشب بودند. میگوید قلت لأم سلامة یا ام المؤمنین ما كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان عندك. حوشب میگوید نزد ام سلمه رفتم. ام سلمه یکی از ازواج مطهرات است، یکی از زنهای پیغمبر خدا هست. میگوید نزد همین ام سلمه رفتم و از ام سلمه پرسان کردم شبهایی که پیغمبر در خانه تو بود، وقتهایی که پیغمبر به خانه تو می آمد، ای مادر، ای ام سلمه، چی دعا میکرد؟ دعاهای او از چی عبارت بود؟ ام سلمه مادر ما و شما که در پهلوی پیغمبر خدا خواب بودند و با پیغمبر خدا یک جا هم صحبت بودند و صدای رسول اکرم در عبادتهاش که می شنیدند گفتند کان اکثر دعائه اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ام سلمه میگوید از زبان شیرین این حبیب خدا می شنیدم که در نمازها می گفت که ای ذات، ای پروردگار، تو دلها را دیگرگون میکنی، دلها را تبدیل میدهی. از این خاطر تبدیل دهنده و تغییر دهنده دلها تو هستی. ای ذات پاک، دل مرا در دین اسلامت مستحکم نگه بدار. این دعای حبیب خدا بوده است در نمازهایش. از این خاطر ما هم به این دعای حبیب خدا پیوست می شویم
و دعا میکنیم که خدای مهربان دلهای این جمعیت ما را، دلهای این مردم تاجیکستان ما را در اسلامت، بر محبتش خدایا مستحکم نگه بدار. از این دلهای ما خدای مهربان حسد را، کینه را، بدگویی را، بخیلی را دور بگردان و در عوضش پروردگار و محبت خودت، محبت اسلام و قرآنت را خدایا جایگیر بگردان. و خدای مهربان این بندگانی که از راههای دور و نزدیک برای ادا کردن نماز جمعه حاضر شدند، در هر قدمشان خدای مهربان حسنات کتابت بفرما و گناهاشون خدایا محو بگردان. و خدایا گذشتگان این قوم و جمع ما را رحمت و مغفرت بگردان. بیماری های این قوم و جمع خدایا شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردان. مسافرهایی که از این دیار ما در سفر هستند خدایا صحت و سلامت با مرادهای حاصل شده به خاندانشان پس بگردان. و خدایا این جمهوری ما را در بین تمام دنیا از جهت فرهنگ و از جهت اسلام و از جهت اقتصاد خدایا شهرتمند بگردان. و این رهبران دولت ما را خدایا توفیقشان را رفیق بگردان، عمرشان را دراز بگردان. هر عملهای نیکی که برای آبادانی تاجیکستان دارند خدای مهربان موفقشان بگردان. آمین یا رب العالمین. الحمدلله که با شما در باب نماز و بی نماز صحبت ها داشتم و انشاءالله باوری کامل هم دارم که این صحبت ها بی تأثیر نمی ماند و هر یک شخصیتی که سخن خدا و پیغمبر را می شنود وظیفه‌دار است که این سخن ها را برده در خانه خود عملی بگرداند. انشاءالله بعداً اجر او پیدا می شود. حضرت عمر می گوید ان اهم امركم عندي الصلاة فمن حافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع. حضرت عمر بار تمام حکومت در اطرافش جمع کرد. وقتی که در خلافت نشست، یعنی در پادشاهی که نشست بعد ابوبکر صدیق، حضرت در حال سروزیر فیراد کرد، تمام وزیرها تا گرفتن نزد من بیا، تمام شخصیتی که در حکومت من کار میکند همه را در نزد من حاضر کن. همه جمع شدند. حضرت عمر اولین سخنی که گفتند ای بندگان خدا، ناوابسته شما در کدام پایه حکومت من کار میکنید، اولین وظیفه که من در ذمه شما میگذارم این است که نماز در وقتش ادا کنید، بی نماز نباشید. فمن حافظ علیها حفظ دینه. کدام از شما گفت اگر نماز در وقتش میخواند معنای این را دارد که وی دفاع از اسلام کرده است و دین اسلام را محافظت کرده است و دین خودش را محافظت کرده است. و من ضیعها. اگر کدام شما مبادایی که وظیفه شما، مبادای پولداری شما اگر سبب شد و شما نماز ضایع کردین، پس من از شما باوری ندارم که این جمعیت از دست شما آباد شود. شما وقتی نماز ضایع کردین، شما در این مردم مسلمان خدمت کردن نمیتوانید. این سخن حضرت عمر بود روزی که در تخت شاهی نشسته بود.
حضرت عمر میدانستند که حدیث پیغمبری خدا را خوانده بودند که ان الله تعالی لا ينظر الى صوركم و الى اموالكم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. و میدانست که پیغمبری خدا گفته بود که ای بندگان خدا هوشیار باشین که خداوند در پولداری شما نظر ندارد، در صورتهای زیبای شما نظر ندارد، در اولاد تو از کدام اولاد اجداد هستی، تو در کدام پایه کار میکنی، و این نظر نمیکنه، بلکه نظر میکرد از پروردگار ما الی قلوبکم و اعمالکم، فقط دلهای شما را نگاه میکنم، عملهای شما را نگاه میکنم که در دل تو چی نیت است و عمل تو چی گونه عمل است. حضرت عمر اینو میدانستند، خدا رحمت و مغفرتشان کنند، و میدانستند که یک زمان موقت من سروری میکنم و فردا که نزد پروردگار رفتم مرا از این نماینده ها میپرسند که اونها را دعوتی بر نماز کردی یا نکردی. چی مبارک بودن حضرت عمر. اگر تاریخ را ورق زنیم باور که انسان آب چشمش داشتن میتونه. چی مبارک حضرت یک خلافت کردن. باره میگوید حضرت عمر یک معرکه در آمدن که در اونجا محمد ابن مسلمه یکی از آدمای حقیقتگو بود، حقیقت را میگفت. کجروی کدام شخصی را که میدید همون زمان حقیقت را میگفت. و حضرت عمر نزد همین قوم آمد، نزد همون حلقه آمد و گفت ای محمد، گفت ابن مسلمه، تو یکی از آدمهای حقیقتگو هستی. الحال خلافت من چگونه است، پادشاهی من چگونه است. حضرت محمد گفتن، عمر گفتن عدالت تو خیلی به اندازه بلند است، بسیار یک عدالت کلانی داری. بازم این قدر مالی که در بیت المال جمع می شود، تو چنان دلی تو از دنیا مردگی هست که در تلاش جمع کردن مالم هوس نداری، در مال جمع کردنم هوس نداری. حضرت عمر دوام دادن، گفتن محمد گفتن اگر با شرطی که من یکی کجروی کنم چی؟ اگر مبادایی که فردا یک کجروی میکنم، یک احکام پروردگار را میشکنم. این محمد ابن مسلمه گفتن، عمر گفتن اگر تو گفتن کجروی کنی، اگر مبادای یک آیت یا یک حدیث پیغمبری خدا را اگر تو پایمال کنی، من تو را با شمشیر راست میکنم. حضرت عمر گریان شدن، گفتن هزارها شکر به سوی پروردگار که در بین ما قومی بود است که اگر عمر کجروی کند عمر راست میکند. این چگونه یک آدمی خاکساری بودند. الحال من در همین مسجد امام خطیب هستم، اگر یک نفر یافت شود یک کمبودی مرا گیرد، من غضبناک می شوم، حالان که این کار من نادرست است. باید که من راضی شوم و هم خوش به حال تو که کمبودی مرا گرفتی. چی مبارک حضرت ذاتی بودند، خدا رحمت و مغفرتشان کند. از همه امر مهم نزد من گفتن این نماز است. کدام از شما گفتن در حکومت من کار میکنید، باید که نماز ادا کنید. بار حضرت میگن مسجد در آمدن دیر کردند، مردم قوم انتظار که حضرت عمر می آید. حضرت عمر نماز قوم می خوانده می دادن، وقت اون زمان پادشاه ها پیش می در آمدن. کمی دیر کردند، قوم بی‌ضابطه شدند، بی سرانجام شدند. به ناگاه حضرت عمر در آمد و نزد قوم عذرخواهی کرد. گفت قسم به خدا، گفت این یک لباس تری که در بدن من میبینید، این لباسی هست که هم مهمانهای رهدوری را با این قبول میکنم و هم برای مسجد آمدن با همین لباس نماز میخوانم. الحال تر بود، کمی ایستادم تا که یک خشک شود و در بدن کنم آمدن نماز شما را خوانم. در خلافت نشسته بودن، یک کرته در بدن داشتن.
هم مهمان قبول میکردن، هم با این نماز مردم میخواندن. السلام علیکم داملای محترم، مرحمت کرده بگویید که در حالتی که مؤذن مسجد اذان را به قاعده هایش گفته نمیتواند، از روی نظر اسلام به او چی حکم هست؟ برای چی ملاها از بالای این نظارت نمیبرند؟ یعنی البته کسی که اذان غلط میخواند در نزد پروردگار گناهگار میشود. عزیزای ما و شما میگویند در اذان 10 جای خوف کفر است. یعنی اذان هم باید که شخصی اذان گوید که اذان را گذراندگی باشد. امروز الحمدلله که مثال هست مسجدهایی که یعنی همه مسجدها الحمدلله امروز آباد هستند، اذانهای درست میگویند. کدام شخصانی که مؤذن هستند میتوانند که نزد این مؤذنهای یعنی مسجدهای جامع آمده از اینها تعلیم گیرند و رفته در محله ها و قشلاق های خود اذان گویند. و الا هم اذان دهنده گناهگار است و هم قومی که اذان او را میشنود، همگی گناهگار میشوند. داملای محترم، برای مردها و زنهایی که خود را مسلمان میگویند و با زبان مادری خود حرف زدن نمیتوانند و لباس مسلمانی را یگان بار هم نپوشیدند، در همین موضوع کمی روشنی می انداخته تا که آنها میفهمند که مسلمان چیست. انشاءالله ما در باب لباس هاش کو صحبت داریم، علاهیده صحبت میکنیم. و در باب کسانی که زبان مادری خود نمیدانند گفتگی نه، اگر شاید اگان عذرهایی باشد، زبان مادری را دانستن این افتخار است. هر یک مرد تاجیک امروز الحمدلله که جمهوری ما و شما همه مؤسسه ها و زبان تاجیکی تمامی بگیم همون کاغذهایی که حجتهایی که در هر یک کارخانه ها وجود دارد همه به زبان تاجیکی گرداندگی هستند. از این خاطر با زبان تاجیکی خودمان سخن گفتن این هم یکی از فضل ما و شما را نشان میدهد. برای همین کسانی که دیگر زبانها را مثال میدانند این هم افتخار است. من طرفدار همون جوان شخصی هستم که زبان مادری را داند. زبانی از همه مهم در دنیا امروز زبان انگلیسی است. زبان انگلیسی را داند که در دنیا اولین زبانی که الحال می ایستد این زبان انگلیسی هست. انگلیسی را داند. زبانهای روسی را داند. اینا زبانهایی هستند که شما در کدام دولتی که روین وقتی با زبان خود همونها صحبت میکنین شما اونجا غریب نمیشوین. اونجا شما انشاءالله باز عزتتان بلند میشود وقتی که شما با زبان خود همون مردم صحبت میکنید. داملای محترم، سوال من چنین است: اگر ملای یا شخصی از عهده نصیحت زن و فرزند خود نمی براید، از قفای او نماز خواندن یا سخنان او را گوش کردن درست است یا نه؟ ما خود شاهد زنده هستیم که اکثریت فرزندان و دادران و خواهران آنها و دیگر کار و بار غیر اسلامی مشغولند، مگر آنها برای خودنمایانی به نماز می آیند؟ یعنی اگر شخصانی که صحبت آنها در زن و فرزند آنها تأثیر نمی کند، این معنای او را ندارد که وی لایق ملا امامی ندارد، بلکه اگر وی نگوید یا نصیحت نکند این حالت وی لایق ندارد که پیشوا باشد. لیکن وقتی که پیشنهاد کند در برادرهای خود، در زن خود، در فرزندهای خود، لیکن اونها قبول نکنند، این حالت در این ملا گناهگار نیست، بلکه از پیغمبرهای خدا هم حضرت نوح بچهش کافر بود، هرچی دعوتش کرد این قصه قرآنی است، کنعان بچهش سخنش گوش نکرد. از این خاطر پیغمبر از پیغمبریش خط نزدن که فرزند تو چی است؟ فرزند تو کافر شده است. یا حضرت نوح را هم زنش کافره بود، حضرت لوط پیغمبرم زنش کافره بود، سخنش گوش نمیکرد. از این خاطر این مانع نمی شود که اون کس یعنی ملا امام نباشد، بلکه حالت دوای ملا امام کردن، ملا امام شدن نمیتواند که اگر سکوت اختیار کند
یعنی دادر و برادر و زن و فرزندهای خود دعوتی به اسلام نکند، این حالت دوای گناهگار است. این حالت در اصل وای مثال حق پیشوایی ندارد. دیگرها را نصیحت کند و اولاد اجداد خود نصیحت نکند. یکی وقتی سخنی را قبول نمیکنند، اینجا مسئله دیگر مسئله است. السلام علیکم داملای محترم حاجی میرزا. ما یک گروه جوانان از ثبتهای شما سخنان تأثیر کننده شما را شنیده چنان شده ایم که 5 وقت نمازمان را در مسجد میخوانیم و رفیقان بی نماز را به نماز دعوت میکنیم. آنها با ما میگویند که تا دیروزه خود فقط گناه میکردیم، امروز ملا شدیم. شما با ما و رفیقان ما چی گفتنی هستی؟ البته این بی نهایت سخن قبیح هست که ما اگر در شأن یک برادری که وای مثال ایمان میارد، وای مسجد می آید، چی در سن 20 سالگی باشد، چی در 30 سالگی باشد، چی در 40 سالگی باشد، وقتی که پروردگار وای می بخشد، پس چی در کار ما و شما اون شخص را تحقیر میکنیم؟ من با باوری کامل از روی حدیث های پیغمبر خدا به شما میگویم که رسول اکرم گفتند کدام جوان یا کدام موی سفیدی که خدا را میشناسد و از گناه های کردگیش پشیمان میشود و به مسجد می آید و سوی خدا توبه کند، خدا توبه او را قبول میکند و آن چندین سالی که وی گناه کرده است همه او را به نیکی مبدل میگرداند. ما و شما حقوق نداریم که چی خواهر باشد، چی مادر باشد، چی دادر باشد، چی رفیق ما و شما باشد، او را تحقیر کنیم که تو تا دی روز عرق نوش بودی، تا دی روز زیناکار بودی، تا دی روز دیگر کارها بودی و امروز باز ملا شدی، امروز باز مسجد می آیی. اگر ما و شما ورق زنیم، حضرت عمر تا دی روز کارت کشیدگی بود، گفت تا اگر با این کار سری رسول الله را اگر نبرم، در غلاف این کار را جا نمی کنم. یکی خدا که هدایتش کرد در سن 27 سالگی ایمان آورد و با پیغمبر خدا خدمت کردند. از این خاطر این بسیار سخنی قبیح است. این سخنی هست که دل برادر ما و شما را میشکند. برای همین هیچگاه ما و شما این عملها را نکنیم. این عملهای شیطانی هست. هر کسی که نباشد به درگاه خداوند بیاید، به مسجد بیاید، خداوند او را مغفرت میگرداند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. میخواهم یک چند نفرهای هستند در اینجا در حقشان دعا کنیم و بعدا رفیق سید علی خان در اینجا حضور دارند. و همه ما و شما معلوم است که امروز 9 سپتامبر هست، یعنی روز استقلالیت است. یک نعمت خیلی کلانی هست که خدا به ما و شما موفق گرداندگی است. برای همین یک صحبت اندکی دارند و از نام مثال حکومت به ما و شما یک تبریکات میکنن این روز عید و بعدا انشاءالله نماز میخوانیم. و همه شما گوشزد میکنم که در همین پهلوی چپ من یک عمارت میشود. انشاءالله یک عمارت میکنیم که الحال برادرای ما و شما از من هم گذشتند، یعنی در قریبی محراب نماز میخوانند از دو طرف و حتی در راه ها جای نمازهای ما نمیرسد. و همینجا نیت کردیم با دستگیری این مصلحتچی هایی که در اطراف دارم، خدا برکتشون دهد، علال خصوص یعنی وکیل همین محله ما نکه حاجی رجب علی هستند و اینجا یک عمارت خدا خواسته باشد با دستگیری حکومت هم یک آشیانه دو آشیانه می شود و بسیاری از سهمگزارهای هستند که علاقه سهم گذاشتند. انشاءالله این کاری خیر است. به یگان تشویش دادن شما هم انشاءالله ما را انجام می دهیم و این هم یک آبادی همین مسجد ما و شما می شود و آبادی همین شهر ما و شما می شود که زیاده از 1000 آدم انشاءالله ما در اینجا جا می کنیم. و اینجا چند برادرها از خوجند مبلغ‌های خودشان روان کردند. اکای بابا نظر هست، بچه اکای محمد نظر از همین محله، برادرمون اکای شان سید اکبر هست، یه حصار است. چند بار در این مسجد ما و شما یاردم‌های خودشان روان کرده استادند. ایشان فضل الدین است از خوجند، این هم مبلغ روان کردند. و اکای شیراوگان بچه حاجی شاهین که خدمتگار همین مسجد هستند. اینها 4 نفر شده و
یعنی مبلغی خود روان کردند و گفتند که باز آینده انشاءالله کمبودی ها شد باز دستگیری میکنیم که همین ساختمان شما انجام یابد. یک برادر حاجی محمود هم از قربان شهید حقشان روان کردند و از حساب مسجد 100 سامانی به شعبه یاری اجتماعی شهر برای بیکسان خیریه کردیم که اون یک اداره هست، همون بیپرستان و بیکسان همونا را یاردن میکنن. از حساب مسجد 100 سامان اون کس روان کردیم. بابای پسر بابای حاجی شاهین محله کوه دامن 20 سامانی و 2 قابچه گندم در حق پدرم دعا کنیم که روان کردگی هستند. و بابای شیرمد هم از همین محله ما گذشتگی بودن 100 سامانی برای همین مسجد روان کردن. و این گونه یاردم ها در صندوق خیریه هم برای آبادانی. الان ما همین تعمیر مناره را خواباندیم و گفتیم از همه مهم این است که فردا نمی باران ها می شود، برف می شود، همین مردم ما و شما بالاش پوشیده باشد، این افضلتر و بهترتر است. بعدا مناره را سال بیناش می شود، این مناره اونقدر ضرورتی ندارد. و اینجا یک برادرمان 20 سامانی دادن برای ساختمان که در حقم دعا کنید گفته است. و یک برادر دیگر هم از ما بسیار طلب کردن، استا غیرت از خیرمند 20 سامانی این هم روان کردن برای کشایش کار. گفته خدای مهربان دعا میکنیم که این برادرانی که از خودجان برای آبادانی مسجد ما و شما مبلغ‌های معینی روان کردند، خدای مهربان عمرشان دراز بگرداند، تنشان خدای مهربان صحت و سلامت نگه بدارد و در کارشان خدای مهربان کشایش و برار نصیب بگرداند و هر مرادهای نیکی که دارند خدای مهربان مرادهاشان حاصل بگرداند و گذشتگانشان رحمت و مغفرت بگرداند. و این برادرانهایی که نامگیر کردم که در حق پدرم دعا کنید کشایش کار، خدایا هر مراد و مطلب هایی که کردند اینک انت السمیع العلیم، خود شنوا هستی، خدای مهربان حاجت هاشون برآورده بگردان و برای اهدنا الصراط المستقیم خدای مهربان هدایت شان کنی. آمین یا رب العالمین. الحق رئیس صحبت میکنن. اینجا یک برادر یک تکلیف کردن خیلی بعدا اکی امرا گفتن در یک مسئله ای که نصف فرزند برآمده است نصفش نبرآمده است. ما گفتیم در یک جمعه که در همون حالت هم باید نماز خوانده شود